فروکخانه دهوک ریبار هشکار و آف آکره و لیسته درشت بیتو بدهان پروژه این گرنگ تدهنه که مای چند ساله بریارا جبجه که نوان در کفتی و مای نپرویان جه هر کار تدانات کرن. ادوی بیاوی دا جواتا پارزگاه دهوک میوانداری و نویسینگاه دهوک یا پرلمان کردستان کر و تکنبونه که دا گنگشل سر هماهنگیت نابر هر دولایان دا کر شپخمدگاهندن و گله و گازنده این حوالاتین دهوکه بود ازگین حکومین بلند مین وزارت حکومت هرما کردستانه. او گازندید وتهزرا مو ولاتیت سنور پارزگاه دهوکه دا های پرتی هاتنه بر بحث و دانستاندنه بودیف چونا اوان بجین چه پروژه بین خدمت گذاری بین یان او مستحقات پارزگاه دهوکه بین سر آست همی وزارت دیف چون بیتا کرنو نزدیکی پارلمانتارش پارزگاه دهوکه چوینه پارلمان کردستانه حوالاتی جه هر دم گازنده و چندت کن کوبتن الدم بانگشه البجاتنان اوان پارلمانتار دیتینه و پشتی چوینه پارلمانی برزه بوینه و کار جیش بوده که ناکن الا ما جتتا خواستن او دیفچونا پروژه و ما فودست کفتن دهو که بکن اجبو اکی کوپتر گنگشا آریشن پارزگاه دهوکی بیت کرن و کی امزانین آریشن پارزگاه دهوکی و کی همی آریشن پارزگاهندین کردستانه خدمت گزارینه تعییناتن بودجه مشاريعا أفتنا كو الآيندي ما أو باوريو هيكو بودجه بهتنو و افوارشين ها هدي چهار سر بن پشتی چند سالت غیرانه بجربونا اندام پارلمانتارا و کمبینیدا گلک بابتن هین کل پارزگاه چهار سر نابن گریدای وزارت ونه باعتبار وزارت تکفته بن چوفدریا پارلمانتارا دهوک او پارزگاه یا کوب مافخاری تتن یاسین اللي برپرسن کارگیرین دهوک هردم جبی بابتی تراون و بورایا گشتی جی دیار ناکن که کول کیر مافن دهوک برزکرینه اف چنده جی لاوازیا کارگیریا پارزگاه دهوک شلکی و پارلمانتارن و دورشله که دی دیارد کرد. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک